در ناحیه مسچو چمپیونات ولایت سوخت اوید با ورزش سبک برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی بیش از 100 نفر ورزشکار از شهر و ناحیه‌های جبور رسولوف، مسچو، اشت، شهرستان، بابوجان غفوروف، سپیتامن، دیوشتیچ، استقلال و خوجند اشتراک نموده مهارت سنجی کردند. امروز چمپیونات ولایت سوخت خیلی با سطح بلند گذشت. ما مربیان کوشش میکنیم که ورزشکاران ما در سطح ناحیه ولایت جمهوری بیرون اشتراک کرده سزاوار جاهای اول را گیرند و آینده میخواهیم که مانند دلشاد نظرов در بازی المپیک اشتراک کرده سزاوار مدال المپیکشون به وطن خود برگردند. چمپیونات مذکور که با مقصد انتخاب دسته یکچینی ولایت سوخت جهت اشتراک در چمپیونات تاجیکستان از روی این نمود گذرانیده شد. در نمودهای هوا دادن یادرو، نیزه، پتک، جهیدن به درازی، بلندی و سه‌گانه، دویدن به مسافه های 100، 200، 400، 800، 1500 و 3000 متر، دویدن به مسافه های 100 و 2000 متر با مونیه، استافت 4x100 و 4x400 برگزار شده. ورزشکاران همه دسته ها در این نمودها ملکه مهارت خود را نشان دادند. مقصد این است که انتخاب ورزشکاران بهترین برای اشتراک در چمپیونات جمهوری که از 10 تا 12 مارس سال 2025 در دوشنبه به نقشه گرفته است، ورزشکاران بهترین انتخاب می شود. ما امیدوار هستیم که دستپروران دسته ولایت سوخت هم اعضای دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اعضا می شود و به چمپیونات آسیا اشتراک می نماید. مورد به ذکر است که ورزش سبک سال سال در کشور ما از جمله در ولایت سوخت رشد یافته ایستاده است. ورزشکاران کشور ما در این نمود در مسابقه های با نفوذ آسیا، بین المللی، جهانی و بازی های المپیک اشتراک نموده به دستاوردهای ارزنده نویل گردیده ایستادند. من در نمود هوادهی پتک اشتراک نمودم و سزاوار جای اول گشتم و به چمپیونات تاجیکستان روی خط گرفتم و در آنجا حرکت کرده نتیجه خوب نشان میدهیم که به چمپیونات آسیا در عربستان سعودی میگذرد روی خط یابیم و در آنجا پرچم تاجیکستان را بلند برداریم. چمپیونات ولایت سوخت دوید با ورزش سبک در سطح بلند تشکیل جریان گرفته 18 نفر ورزشکاری بهترین معین گردیدند و با هیئت تیم منتخب ولایت شامل شده با چمپیونات تاجیکستان اوید با ورزش سبک راه خط گرفتند. باید یادآور شویم که سال جاری 2 نفر ورزشکار ولایت سوخت دستپروران مکتب ورزشی ناحیه مسچو خورسند مراد غنیوف در نمود پرتافتن پتک و ابوبکر حسین زاده در نمود دویدن به مسافه 200 متر با مونیه در هیئت تیم منتخب کشور در چمپیونات آسیا که در عربستان سعودی ماه اپریل برگزار می شود اشتراک می نمایند. امروز ما در مسابقه ولایتی در نمود 2000 متر با مونیه جای اول را گرفتم و راحت به جمهوری گرفتم. من کوشش میکنم که در مسابقه های آسیا پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. غالبان و جایزه‌داران چمپیونات ولایت سوخت اوید با ورزش سبک با مدال و افتخارنامه‌های ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت در فضای تنتنوی قدردانی کرده شدند. تیم منتخب ولایت سوخت اکنون به چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید با ورزش سبک آمادگی می‌بیند.